گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورов نشر مختصری علمی عاموی راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار چهلم. بابا جان غفورov تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. فرغانه. اکادمیک بابا جان غفورov جغرافیای تاریخی فرغانه را در اثرش تحلیل نموده در ابتدا تیپانیمیکای آن را شرح می دهد. او به خلاصه می آید که در مبحث‌های خارجی فرغانه در عصرهای 5 7 فیخن، باخن، پاخن نامیده شده است. در اساس این ترانسکریپسیا و نام سوغدی فرغانه گفتن ممکن است که در قدیم آن فراغانه یا فرغانه تلفظ کرده می شد. مأخذهای چینی قید می نمایند که زمین فرغانه پرفیض و سرحاصل پرآب است و از گل و میوه سرشار می باشد. اسب و گاوهای فرغانه شهرت زیاد دارند. اسب و خچیر و گوسفند زیاد داشت و اهالی این چنین پخته کاریده لباس را از پوست، پشم و پخته می دوختند. حاکمان فرغانه عنوانی محلی داشتند که آن اشخید یا اخشد بوده است. تا دوره اصطلاح عرب فرغانه سرزمینی توانایی بود و در حیات سیاسی آسیای میانه مقامی مهم داشت. یکی از سببهای این اقتدار حربی آن بود که به پایگاهی مستحکمی اقتصادی تکیه میکرد. در فرغانه هم زراعتکاری و هم چارواداری خیلی رونق و رواج داشته. مهارت کاسبان فرغانه به درجه بلند رسیده بود. برابر این همه سودای خارجی بسا وسعت یافته به مملکت‌های همسایه اسب‌های خوشزاد، داروواری، رنگوبار، مصنوعات شیشگی نیل رنگ و غیره به فروش می‌رفت. از حدود فرغانه آثار زیادی باستانشناسی پیدا کرده شده است که دایر به تاریخ این منطقه در ابتدای عصرهای میانه معلومات فراوان می‌دهد. یکی از آنها خرابه های کاسان است که از شهر و قلعه عبارت می باشد. قلعه به قلعه قهقهه شهرستان خیلی مانند بوده، هنوز در دوره کوشانیان موجود بوده است. مرکز اسفره قلعه بالا بود که در ساحل دریا 4 کیلومتر بالاتر از شهر امروزه اسفره جای داشته. بلندی قلعه 11-12 متر، اندازش 16 بر 65 متر بود. معلوم شد که این قلعه در عصرهای 6-7 در بالای کدام یک عمارت پیشتره ساخته شده است. یعنی در اسفره غیر از این دیزها یعنی قلعه های کوهی و مثل قلعه کافیر در ساحل چپ دریای اسفره قلعه های قریبی دیه های سرخ و واروغ نیز بوده اند. اهالی فرغانه قدیم اصلا مردم شرق ایرانی بوده. زبانی مخصوصی فرغانگی وجود داشت که به گروه زبانهای شرق ایرانی منسوب می باشد.
پنجم، ساخت اجتماعی و اقتصادی، تشکل مناسبت‌های فئودالی. در این قسمت اثر خود اکادمیک غفورов قید می نمایند که سرچشمه‌های خطی آنقدر معلومات واقعی نمی دهند که ساخت اجتماعی و اقتصادی عصرهای 5-8 آسیای میانه علل خصوص رفت انکشاف آن به طور مفصل تحقیق یابند. برای همین محقق در بررسی مسئله مذکور بسیارتر به حجت‌های سغدی قلعه مغ و دیگر حجت‌های سغدی زبان و حجت‌های خوارزمی تکیه می‌نماید. مثلا طبق یک حجت قلعه مغ تمام جمعیت از 3 طبقه اشراف، تاجران و کارکنان یعنی زراعتکاران و کاسبان عبارت بود. علاوه بر این چند طایفه غلامان نیز وجود داشت. دهقانان و جمله صنف حکمران آزادها داخل می شدند. در ابتدای عصرهای میانه دهقان زمیندار کلانی بود که به یک ولایت کلان، به یک ناحیه یا خود به یک محله حکمرانی میکرد. در مأخذها آنها دهقانان اکبر یا خود تنها دهقان نامیده شدند. دایره حکم این قبیل دهقانان علل خصوص برای همین هم خیلی وسیع بود که آنها در اختیار خود دسته های سرشمار حربی داشتند. هم از حجت‌های قلعه مغ و هم از مأخذهای عربی چنین برمی آید که در بین صنف حکمران درجه مرکبی تابعیت وجود داشت. بلندترین نقطه این درجات اخشید بود. دهقانها لباس مخصوص و کمری زرین داشتند. در اساس حجت‌های قلعه مغ عاید به نظام مأموری سوخت خلاصه کرده می شود که به هیئت مأموریت مرکزی ملک‌های کلان آسیای میانه تودون نام یکی از منصب‌های عالی‌ترین که احتمال سردار مأموریت شهروندی بود اینچنین ترخان داخل می شد. باز یک منصب عالی نزدیکان یاردمچی بوده است. مقامی دبیرپد سرکاتب سرداری دبیران نیز خیلی بلند بوده است. کارگزار خواجگی دربار فرماندار به دخل و خرج محصولات زراعت مصنوعات کاسبان و مصالح جنگ متصدی بود. وی فرمان می برآورد که فلان چیز فلان قدر به فلان کس داده شود. مال و اشیا را بر روی خط می گرفت و خرج آن را قید می کرد. غیر از آنها صاحبان منصبی میری ساقی، میری شفا، میری آخور و میری چهارباغ وظیفه‌های مخصوص را اجرا می‌کردند. اینچنین منصب جلاد و املاکداران هم بودند. اداره لشکر نیز وظیفه مهم دانسته می‌شد. در برابر مأموریت مرکزی، مأموریت محلی هم وجود داشت. مأموریت محلی سرداران دهه و زمین‌های اطراف آن که آنها را ده خدا گفتند اربابان دهه، ارسپانه و صاحب را در بر می‌گرفت. شهرها مرکز کاسبی و تجارت، مرکز مدنیت بلند بودند. به دهات آن دوره‌ها ساختمان قلعه‌های خاص بودند که بعضاً در نزدیکی شهرها بنیاد می‌شدند. در این قلعه‌ها شهرستان‌ها و ارک‌ها اعیان و اشراف زندگی می‌کردند. ساخت شهر و بسیار بودن قلعه‌ها خصوصیت صنعت و عنعنه‌های طرز زندگی بهادرانه، در اختیار اعیان و اشراف موجود بودن دسته‌های حربی، پراکندگی سیاسی و علامت‌های تابعیت دلالت می‌نمایند که نظام فئودالی الکی پدید آمده بود. فصل 4 آسیای میانه در دوره ترقیات و استوارشوی ساخت فئودالی. فصل 4 تاجیکان که از 5 باب عبارت است. تاریخ عصرهای 7-15 یعنی دوره روش
و استوارشوی مناسبت‌های فیودالی، شکست دولت ساسانیان، اصلاح شدن خراسان و ماوراءالنهر از طرف عرب‌ها، مبارزه قهرمانانه ساکنان منطقه و مقابل استیلاگران، شورش‌های پی در پی خلقی و نهایت سوس شدن خلافت عرب و بالاروی خاندان‌های محلی، تشکیل نخستین دولت‌های تاجیکی طاهریان، صفاریان و سامانیان را در بر می‌گیرد. در باب‌های علاهیده تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خلق تاجیک در دوره رشد جامعه فیودالی تصویر یافته است. باب یکم، خلق‌های آسیایی میانه در هیئت خلافت عرب. یکم، از پا افتادن دولت ساسانیان. عربستان در عرفه اسلام. در این باب اکادمیک باباجان غفوروف درباره وضع عربستان در عرفه پیدایش دین اسلام و هجوم عرب‌ها به ایران به طور مختصر معلومات داده، از پراکندگی سیاسی ماوراءالنهر، اشغال آن از جانب عرب‌ها و از مبارزه سعودیان، باختریان و تخاریان و دیگر خلق‌های آسیایی میانه بر ضد اشغالگران عرب سخن می‌گوید. سطح رشد اجتماعی و اقتصادی عربستان در نیمه دوم عصر 6 و ابتدای عصر 7 یکسان نبود. اگر در سرزمین یمن و بعض دیگر ولایت‌های این کشور در نیمه دوم عصر 6 و ابتدای عصر 7 زراعتکاری و زندگی شهری رونق یافته باشد، دشت و صحراهای پهناور آن مکان سکونت کوچمنچیان بدوی بود که اشتر ثروت اساسی آنها محسوب می‌یافت. نابسته از قوی بودن تشکیلات طایفوی اولادی در بین عرب‌ها، مناسبت فیودالی تدریجاً به ظهور آمد و در فاصله مدید از قبیله‌های پراکنده و اتفاق قبیله‌ها دولتی یگانه تأسیس یافت. در آغاز عصر 7 نظامی نوی دینی با نام اسلام پیدا گردید. در قسمت جنوب و غربی عربستان که عرب‌ها زندگی مقیمی داشتند، اقتصاد و فرهنگ پیشرفته به نظر می رسید. در عربستان شمالی، حجاز، مکه و مدینه نظام غلامداری تشکل می یافت. در عربستان درونی که کوچمنچیان عرب، بدوی‌ها سکونت داشتند، جمعیت پدرشاهی به آهستگی از میان می رفت. سبب و شرایط تاریخی پیدایش دین اسلام و با سرعت بلند از طرف عرب‌ها تصرف شدن کشورهای زیاد و ساختار جامعه آن وقته عرب‌ها سالهای طولانی مورد تحلیل و بحث عالمان قرار دارد. منبع‌ها دایر به ساخت اجتماعی عربستان تا اسلامی خیلی زیادند، ولی بعضی از آنها خصوصاً تاریخ نگاری عصر میانگی بیشتر به بیان واقعه‌های سلالوی و مقدس توجه نموده همیشه حادثه‌های واقعی را با افسانه و موضوعهای فولکلوری آمیخته می‌نمایند. چنین طرز بیان حل مسئله‌های در بالا ذکر شده را باز هم مشکل‌تر می‌گرداند. موقع اسلام شناسی بورژوازی که دلیل و مدرک‌های زیاد دایر به این دوره جمع نموده است نیز دایر به سبب‌های پیدایش اسلام قابل قبول نیست. در تاریخ شناسی شوروی دایر به تاریخ تا اسلامی دو نقطه نظر جای دارد. نقطه اول آن است که در عربستان جنوبی جمعیت غلامداری هنوز در عصر 6 وجود داشت. در عربستان شمالی، حجاز، مکه و مدینه که راه اساسی کاروانگذر بودند، تشکل ترتیبات غلامداری در آخر عصر 6 و اول عصر 7 به وقوع می آید. در عربستان درونی، یعنی در بین بدوی‌ها، کوچمنچیان چاروادار در همین وقت به ایرانشوی ساخت جماعه پدرشاهی آغاز می یابد. همین طور در عربستان ترتیبات غلامداری تا به درجه جماعه حکمران نرسیده بود. دوره گذریش
از جماعه ابتدایی به جماعه غلامداری به زمان پیدایش دینی یگانه راست آمد. بعد اشغال کشورهای دیگر و گسترش دین اسلام مناسبت‌های فی‌عدلی رشد کرده باشند هم نشانه‌های جمعیت غلامداری مدتی طولانی باقی ماندند. طبق نقطه نظر دوم، در عربستان هنوز پیش از پیدایش اسلام مناسبت‌های فی‌عدلی تشکل یافته بودند. از این رو اسلام از اول پیدایش خود دینی طبقه‌های بالانشینی جامعه فی‌عدلی به شمار می‌رفت. نابسته از گوناگون اندیشی در این مسئله، جمعیتی خلافت آخری عصر 7 در برابر محفوظ ماندن ترتیبات غلامداری به درجه خیلی زیاد فی‌عدلی گردیده بود و اصطلاح آسیای میانه، شرق خراسان و ماوراءالنهر از طرف اشراف حربی فی‌عدلی که عنصرهای طرز زندگی بادیه نشینی را هم دوام میداد به عمل آورده میشد. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی.